ترک و تازی هر کجا دوای سینا میکنه تا به بام شهرت اون نردبان پیدا کنه. خبر نداشتم که ابن سینای بلخی از ترکیه هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکید کرده است که ملت ترکیه به عنوان وارثان یک تمدن بزرگ و سرزمینی که روح شفابخش در تاریخ آن ریشه دارد باید جایگاه و مسئولیت تاریخی خود را به درستی درک کند. و یادآور شده است که مردم این کشور میراثدار شخصیت هایی چون لقمان حکیم و ابن سینای بلخی هستند، چهره هایی که بنیان های دانش طبابت را در غرب پایه‌گذاری کرد. ترک و تازی هر کجا دوای سینا میکنه تا به بام شهرت اون نردبان پیدا کنه. لیک سینا نردبانش را به بامش برده است. ترک و تازی بر هدر این ترک تازی ها کنه. از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و لیک بوی سینا میکند این خلق از دور قدیم. میتوانی از زبان پیر و کمپیرش شنید دست من نی، دست من نی، دست لقمان حکیم. بو علی را دوش این ملت به دهر آورده بود چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر. روم اگر از شاخ اسکندر فراموش کرد زود در خراسان زخم تیغ شاخدارش مانده بود. گر قتیبه از خراسان باز پس برگشت و رفت در خراسان ریش های ذوالفقارش مانده بود.